سلام رفقا، چطورید؟ من هستم تیرچم هستم. خوش اومدید به یه ویدیو دیگه. امروز میخوایم با هم دیگه هک اسلایم ببینیم، یعنی لایف هک اسلایم رو ببینیم، یا چیزایی که مربوط به اسلایم اصلا کلا میخوایم ببینیم. بدون هیچ معطلی میریم ادامه ویدیو رو ببینیم. ولی یادتون نره که اگه دوست داشتید حتما دکمه لایک رو بزنید و حتما توی کامنت نظراتتون رو بنویسید. و اگر چنل من سابسکرایب نکردی حتما چنل من سابسکرایب کن، دکمه قرمز زنگ رو بزن و اون زنگوله هم فعالش کن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی یا ویدیومو ببینی. بریم سراغ ادامه ویدیو. برو بریم. میخوایم نوتلا، اسلایم نوتلا درست کنیم. نمیدونم اسمش چیه، یه مایعیه، احتمالاً چسب چوبه، تاید، اما مایع شوینده، ریکای خودمون. همش میزنیم به مقدار لازم. رنگم میریزیم، مینویسیم اسلایم، بعد ور میداریم با همزن همش میزنیم که قشنگ تو خورد اسلایممون بره و قشنگ قهوه‌ای شد. میگن طرفو قهوه‌ای کردی، اسلایم میتونم قهوه‌ای میکنیم. قشنگ شیرکاکائویی، قشنگ بچرخونید. دستو ببرین تو، ورزش بدیم. نیاز به ورز زیادی داره. نمیفهمم این آخه چه کاریه اون همه مایع شوینده رو برداری، این همه اسلایم درست کنی که تهش بگی که من اسلایم نوتلا درست کردم. آخه چرا؟ واسه چه دلیل؟ یه اسلایم بخر دیگه. مرض داری وقتی اسلایمتون شلووله و کامل قشنگ سفت نیست. کرم دارید، ای با اسلایمتون بازی میکنید، اسلایمتون دیگه شل میشه، قابل استفاده نمیشه. راهکارش چیه؟ اینجا رو نگاه کن. میریزین داخل این چیزایی که توش کیک درست میکنن، کاپ کیک درست میکنن، دوباره برمیگردونی. چون مرض داریم، نمیدونم چی رو میخواد برسونه، ولی داره با هم دیگه ترکیبی میزنه. ترکیبی اسلایم تا حالا دیده بودید؟ نه. الان میبینید سه رنگه شد. واو، جیزس کرایست. آخرش فقط فهمیدم رنگ ریخت. وای، میخواد اسلایم صدفی درست کنه. آخه چرا؟ به جای شستشون هم استفاده میشه؟ عجیبه. اسلایم ناخون، لاک ناخون داخل پک میذاری تو کفش. چی شد؟ پاس فکر کنم دیگه بو نمیگیره. وای، حیوان خونگی داری. بیا، موش میشسته به بدنت، میشسته به لباست. با اسلایم میتونی تمیزش کنی. بعد اون اسلایم رو چی تمیز میکنی؟ اسلایم رو چی میشوری؟ داری مینویسه. دستش تاول زده انقدر نوشته. لای بمیرم برات. اسلایم داریم ما اینجا، نکنید. راهکار تمام مشکلات زندگی اسلایم. نبود آرامش اسلایم. نبود پاکیزگی اسلایم. کی؟ اسلایم. چی؟ اسلایم. کجا؟ اسلایم. دوباره همون چیزا. بوراکس رو شنیده بودم باش اسلایم درست میکنم. یه چیزی عجیب غریبی درست میشه. آره. چسب نداری تو خونت، این کار رو انجام بده. بله، چه قشنگه میچسبه. نکنید با اسلایم میشه زندگی کرد. برو به رفیقات پوز بده ناخون کاشتم. 5 دقیقه صبر کن ببینیم چیکار میخواد بکنه. بله، لاکتو از بین میبره. لاکتو قشنگ پاک میکنه. پاک کننده لاک. از اسلایم چقدر استفاده میشه؟ به جای چسب استفاده میشه، به جای تاول نظر دادن دست وقتی موقع دارم میداد میگیری استفاده میشه، به جای پاک کننده لاک، به جای پاکیزه کننده سطوحی که نمیشه با دستمال تمیز کرد، به جای دیگه نگم براتون اسلایم چه کارا که نمیکنه. مشاهده میکنین همکنون اسلایم. چه صورتی خوشگلی، نگاه کن. خب چی؟ اینم بریز. اصلا خرابم کردی، جامه دادی دیگه. تمام. این چرت و پرتا میریزیم، دوباره هم میزنیم.
با چه خمیری شد. ورزش بده جلو نور نگه می‌داری میخوام نور. اسلایم شبتاب دیگه نگم. اینو کرم شبتابه. دلم خواست یه اسلایم درست کنم. اگر موافق هستید حتما توی کامنت بنویسید که من یه اسلایمم درست کنیم. ویدیوش هم میگیرم آپلود میکنم. حتما تو کامنت بنویسید. اسلایم کرد توی بادکنک. قشنگ ورزش داد. میچلونه. قشنگ. اینو دوست دارم. با اسلایم دست خود را بشورید. نکنید وزارت بهداشت بازم اشاره کرد. یکی از مواد شوینده اسلایمه که میتونه میکروبا رو از بین ببره، میتونه ویروس رو از بین ببره. پس یادتون نره اسلایم رو همیشه برای شستشوی دست استفاده کنید. چشم. خب واتر بعد نخ میبندیم. نخ چقدر من حرف تو رو میفهمم. رنگ می‌نازیم تو این. وای عروس دریایی چه زیبا. با یه ترفند خیلی ساده میتونید اتاقتون رو زیبا کنید. آب ماژیک تو حروم میکنی با خاطر اسلایم. یه گل میندازی. چه چیز فوق‌العاده‌ای بال میشه. چه چیز بالی. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. برقمون هم رفت بچه. همونجا که دیدید برق رفت و اینکه ما سلام میرسونیم به اداره برق. از همینجا سلام. یکی شو دیگه بقیه‌شو خودتون میدونین. یکی شو خدا. مرسی که تا اینجا ویدیو رو تماشا کردی. اگه لذت بردی، اگه حال کردی، اگه حال نکردی، حتما دکمه لایک رو بزن، حتما یه کامنت هم بذار و اگر دوست داشتی و اگه چنل منو برای اولین بار میبینی حتما دکمه سابسکرایب رو بزن و اون زنگوله کنارش فعال کن که هر موقع ویدیو میذارم با خبر بشی یا بیا ویدیومو ببینی. تا ویدیوی بعدی میبینید منم میبینمتون. بوس بهتون. پیس.